إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين آیت 21 سوره اعراف. داستان یا قصه آدم علیه السلام و فرود آمدنش از جنت که به خوردن امو درختی که قرآن کریم ذکر کرده اما تعیین نکرده کدام درخت است، چرا که مشخص کردن درخت اهمیت بسزای نداره. از او خاطر قرآن کریم نکته بارز یا نکته تربیتی را میگیره، نام درخت ذکر نشده. از او خاطر هیچ ضرورتی نداریم که تعیین درخت بکنیم. این داستان آدم علیه السلام و آدم و حوا علیهم السلام داستان تربیتی است. بسیار نکات ارزنده برای اصلاح زندگی انسانی داره. الله متعال آدم علیه السلام در جنت ساکن می سازه و بعد از او از یک درخت منع میکنه. یکی از جمله نکته هایی که برای ما واضح میشه از آن چیزی که الله متعال منع میکنه حتما فایده انسان در او است. الله متعال در او کدام غرض و مقصد نداره. پس تمام منهیات الله متعال که ما انسان ها را منع کرده در ضرر انسان می انجامه، اگرچه در ظاهر انسان درک نمیکنه که این چیز ضرر داشته باشه. اگر ما را از خوردن گوشت خنزیر، مرداری و خون و همچنان خوردن شراب و همچنان قتل و زنا و سرقه و گپا منع میکنه، کلش فایده انسانی است. خو انسان در ابتدا نمیدانه، اما در انتها باز چشم علمش باز میشه، بعد از اون برش واضح میشه که یقینا الله از کدام چیزی که منع کرده او بسیار مضر بوده. آدم علیه السلام نمیدانست که از خوردن این درخت که الله متعال منع کرده، این را به این خاطر الله منع نکرده که الله نمیخواه یک نعمت خود نصیب بندی خود بسازه، بلکه منظوری الله متعالی بود که آدم علیه السلام این درخت نخوره، به خاطر که درخت خاصیات متنوع داره. یکی از جمله خاصیتایش است که لباس جنت در وجود انسان باقی نمیمانه. اما آدم علیه السلام این گپ درک نمیکرد. ابلیس لعین که شیطان دیرین است، با کدام سیستم است، کدام روزنه داخل پیکار میشه و چه قسم انسان خطا میکنه. خدا خیرخواه معرفی میکنه امی گناه را در لباس خیلی امر چی نیک بر انسان معرفی میکنه. بزرگترین دسیسه که شیطان در اینجا کار گرفت، از یک طرف خدا آدم عالیجا جور کرد و بعد از او قسما را یاد کرد برای آدم علیه السلام. آدم علیه السلام فکر میکرد المرء یقیس علی نفسی، انسان همیشه سری خود دیگر را قیاس میکنه. البته میگه سری الله متعال کسی دروغ نمیگه، از او خاطر فریب خورد. فهمید که این را نمیفهمید که شیطان برای ما دروغ میگه. بعد از او شیطان مطالعه خیلی عمیق و قوی در وجود انسان داشت. وجود انسان همیشه انسان الله در طبیعتش گذاشته که همیشه قدم طرف ترقی میگذاره، بالا میگذاره، همیشه در صدد عزیز که زندگی جاودانی و راحت بری خود حاصل بکنه. از همون خاطر این نکته را شیطان درک کرده بود. پس امید درخت طور معرفی کرد که ای آدم علیه السلام اگر از این درخت تناول بکنی یا ملک جور میشی یا همیشه جاودان در جنت باقی میمانی. این نمو غریزه انسانی است که همیشه در صدد عزیز. پس شیطان از اون را انسان خطا میکنه، کدام رایی که تو خواهش داری دیم در تلاشش هستی، در پیدا کردنش هستی. اگر در دنیا ما تمام معصیت ها و گناه ها را ببینیم، ابلیس لعین او گناه ها را به شکل به انسان مزین میسازه که او سبب ترقی و پیشرفت انسان وانمود میکنه، در حالی که تو را عقب میزنه. پس الله متعال در داستان آدم علیه السلام عجیب نکته ها و درس های تربیتی برای ما میده. ممنوعات الله در دنیا به ضرر خود انسان می انجامه، اگر چیز در ظاهرا ما نمیدانیم که آیا ضرر داره یا نه. یک. دوم، زندگی در دنیا بی قید و بند نیست. در دنیا مثل که چیزای مفیده الله برای خود نفع انسان پیدا کرده، چیزای مضر هم وجود داره، کلش مفید نیست، بلکه اینطور چیزایی است که به نه نزدیک شدن بر انسان فایده داره، نه که به نزدیک شدن. دو موضوع. سوم موضوع، شناخت یا معرفت دشمن سرسخت انسان که دشمن است، که از کدام را پیش میاد و چه قسم دلایل مقنع را برات پیش میکنه. انسان وقتی دوچار معصیت و گناه میشه، اینطور یک دلیل برات پیش بکنه که پرسان نکن. پدر و مادر احترام نمیکنی،
برای چی میگه؟ برای اینا مزین میکنه که تو خیلی خدمتش کردی لیکن یا نمیفهمه قدر نعمته، خلاص دیگه حالی رای معصیت در پیش بگی یا خو نمیفهمه، سعی میکنی که تو را وادار به این میسازه که نافرمانی پدر و مادر را بکنی. اولاده که هر قدر تعلیم میدی و تربیت برش میدی و جور نمیشه، ابلیس لعین میگه که مسئولیتی تا ادا کردی دیگه، حالی خلاص شد، حالی کلان شده، بالغ شده، بگذار خودشانه. اگر نماز نمیخوانم گپ برش نمیزنی، اگر کار نمیکنم گپ نمیزنی، این دلیل شیطانی و ابلیسی است. تو پدر هستی در هر حالت، ولو که زن گرفته باشه ضرورت به مشوره و به نصیحت تو داره، لیکن ابلیس لعین بری تو مزین میکنه که خلاص شد مسئولیتی. مولا امام مسجد که 2 روز ترجمه قرآن نکرد و 3 نفر ننشست، شیطان ابلیس برش میگه که سعی کو تو خیرخواهیش کردی، عمیق مسئولیت داشتی، خلاص شد. این مردم بگذاری یا بیازو نعوذ بالله جور نمیشه، خلاص. ایرا اینطور یک دلیل مقنع را برش جور میکنه که دیگه در عمرم یک سخن دین بری مردم نمیگه، فقط روزی خدا تیر میکنه. این کلش دلایل اینمی ابلیس است. ابلیس لعین از او را به انسان پیش میشه و تو را در گناه مرتکب میسازه که دلیل مقنع برات جور میکنه. وقتی در مسئله سود گرفتار میشی، نیخ فقیریست برادر، دیگر روز روزگار نیست، چی کنی؟ دیگه مجبور هستی که از این اینجا کار بگیری. همین قدر نمیگه که الله خود دنیا را وسیع پیدا کرده، انسان هر طرف چنگ بندازه پشت حلال الله برش حلال میده. نه اینطور دلیل قناعت بخش. وقتی که مامور دولت هستی، ده خود دولت سهیم هستی، از هر ناحیه کی چیزی در دستت میایه گرفته میری. باز ابلیس این چی دلیل برات میگه؟ بیا از حق داری دی دولت، تو را خاموتور نمیده، بیا بگی دیگه موتور برو. دلایل ابلیسی بسیار دلایلی می باشه که انسان قناعت میده در ظاهر، اما حقیقتا تو را تباه و برباد میسازه، خیلی تباه و برباد میسازه. این گپا خیلی زیاد است. حتی در مسائل ولا و برا، دوستی با یهود و نصارا و کفار، اینطور دلیل مقنع برات میگه که بیا زوخ نمیشه. حالی که امروز همین دنیای غرب خیر ما جور نکنیم، افغانستان و ایران هسته، ایره کی جور کنه؟ عمیق عقیده نداره که ایره خودی مردم جور میکنه. الله میتونه که نمی آرامی در وطن بیا خود به خود جور شود. الله به این وطن فرزندا داده، اینطور نیست که چیز جور کردن نتونه تکنیک یاد نداشته باشه. اگر این ملت در سرنوشت خودشان گذاشته شود مستقل، اینطور نابغه ها ظهور کنه که پرسان نکنه، اینطور چیزایی را جور بکنه که دنیای غرب به چشم ندیده باشه. اما دشمنان نمیخواه ما را در میدان مطالعه و تحقیق ما را نمیگذاره که ما پیش بریم. ما را خوب منحصر نعوذ بالله تمام وسایل شهوات و نعوذ بالله شبهات برای ما مهیا کرده، ما را درگیری ازو کرده، نمیگذاره ما را. اینی حالت هاست. شیطان از راه پیش میاد که انسان سخت فریب میده. در راهی که تو ترقی داری و میخوایی که من در اینجا در یک مرتبه بالا برسم، از امور را تو را چی میکنه؟ خطا کرده رایسته. دیدی که آدم علیه السلام از کدام را خطا کرد؟ آن چیزی که خواستی آدم علیه السلام بود. آدم علیه السلام خواستی چی بود؟ من باید دائم در جنت باشم، من باید چی که ترقی بکنم در جنت، اینطور چیزی را بخورم که دیگه آینده از این جنت قطعا نبرایم. و در حالتی چی بود؟ من باید ملک واری باشم که همیشه مطیع و فرمان برداری الله متعال. همین نکته ها را ابلیس لعین توسط قسم برش پیش کرده. آدم علیه السلام فکر میکنه که نه، قسم خسری الله کسی دیگر نمیخوره. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد امی ابلیس لعین برای اردو آدم و حوا علیهم السلام، انی لکما لمن الناصحین، قسم یاد کرد که یقینا ما برای اردویتان لمن الناصحین از بهترین خیرخواهان هستم. این جمله اسمی است، یک تاکید است. باز این را آورده، این دیگه تاکید است. باز لمن الناصحین لام تاکید آورده، این دیگه تاکید است. ما از جمله خیرخواهان شما هستم، قسمم خورده که خیرخواهی شما را میخواهیم. چقدر سیکو انسان سخن کسی را میخواه قبول داره که او خیرخواهیت باشه، هیچ جگاه به ضررت گپ نمیزنه. از همون خاطر ناصح کسی را میگه که هیچ وقت به ضرر کسی چی نمیکنه؟ سخن نمیگه. تا قسمم خورد. پس اول قسم خور و قسم دروغه که خورده کیست؟ شیطان ابلیس نه. اول حسد کی کرده؟ ابلیس لعین است. اول تکبر کی کرده کیست؟ ابلیس لعین است. پس او گرفت امی قسم نام الله را ذریعه برای فریب دادن مردم کرد. از همون خاطر است اگر دکاندار مال خود توسط قسم میخوره، ای فقط
تابعدار یا در لشکر شیطان است. چرا که اینجا نفر دیگر نعوذ بالله توسط قسم خود فریب میده. چرا وقتی قسم برای خریدار بخوری، خریدار فکر میکنه که تعظیم نام الله را کرده، نام الله را گرفته، از او خاطر اعتمادی قوی سری تو پیدا میشه، اما تو پای شعره کرده. از همون خاطر است که تاجر و در فجار خلق میشه، زنده میشن. التجار چیست؟ یحشرون فجارا. تجار حشر میشه در حالی که خیلی بدکار و بد عمل میباشه. علتش چیست؟ مردم فریب داده. اما تاجری که صدوق است امرای نبیین است. التاجر صدوق الامین مع النبیین. ببینه اردو مسیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص کرده. انسان در کدام مسیر بره؟ در لشکر شیطان، در ردیف شیطان حرکت کنه یا امرای انبیاء علیهم السلام قدم بگذاره؟ کدامش بکنه؟ برای همه انسان ها راه های خلاصی بالکل واضح است، اما ما درک نمیکنیم. شیطان میگه که وی یک قدر وقت شیشتی سیکو هیچ کس خریدار پیدا نشده، یکی در گیری آمده بزنده جانش. همین دلیل کی برات مزاحم میکنه؟ شیطان. باز برات چی میگه؟ او تو هم خیلی زیاد اینجا زحمت میکشی، کیرا در کجا رسیده، زحمتی چه قدر میشینی، این گپا را برات مزاحم کرده رایسته. میگه برو دیگه بزنم یک نفر در گیری آمده. فدلهما بغرور، پس یارا فدلهما پایان ساخت آدم و حوا علیهم السلام بغرور، به فریبکاری. اینجا دلهما پایان ساخت، مثل که در درجه بلند باشه و ای را پایین بکنه. راستی هم همونطور است. اصلا دی به معنای لغزانیدن است. خب لغزانیدنی که از جانب بالا، از مرتبه بالا در پایین باشه. اصل دلا جور کردن دلوره میگه که پایین کنی آب از چا بکشی. همین دولچه که آب میکشی میره دلو میگه. ابلیس لعین چی کرد؟ آدم علیه السلام در فریب ازی شد که دهی چا آب حیات است، زندگانیت است، دایم دهی جنت باقی میمانی اگر از این درخت خوردی. نه دلوره پایین کرد که آب حیات بخوره، خبر نیست که در ترین چا خودم باقی ماند. بگه نه آب حیات بود، اما از سر زمین محروم شد، در چیست؟ قعر چا پایین شد و هم آب حیات گم شد. همونطور شد. اما راحت و نعمتی که با آدم علیه السلام حاصل بود و هم از دست رفت. همیشه باقی ماندن خو بگذار. همیشه شیطان ابلیس نمی قسم کارا را سر انسان میکنه، مزین میکنه گناه را. زنا چیست؟ زنا یک لحظه لذتی نعوذ بالله بیجا هست، اما به انسان چقدر مزین میکنه در حالی که هزارها موانع موجود است. گناه کبیره اگر گیر شوی چقدر شرمنده مردم، اگر آیندهت خراب، نعوذ بالله معصیت، نسب مختلط میشه و خود آدم همی غیرت احساس میکنه که بخوار و مادرم کسی این کار نکنه. چطور شده بتانه؟ اما ابلیس لعین برات مزین میکنه. او را چی میکنی؟ او روز براتان نگفتم؟ محضی در سخن گفتن در موبایل چقدر مزین میکنه. یک دختر این در مزار است، تو اینجا قطش چی میکنی؟ فریبکاری و گپای چی را میزنی، از این چی میبری؟ اما ای ابلیس لعین این را مزین کرده رایسته. انسان اگر کمی درک بکنه گاهی هم در معصیت واقع نمیشه. معصیت چیست؟ چی را به انسان میده؟ این چیز هم نمیده. فلما ذاق الشجرة، هرگاه که چشیدن آدم و حوا علیهم السلام از می درخت، بدت لهما سوآتهما، آشکارا شد برای هر دویشان. سوآتهما امو اعضایی که معلوم شدنشان یا بد میدانستن. سوء هر عضو اندامی را میگه که انسان نمیخواه که برای مردم چی شوه؟ افشا شوه. معلوم شد که آدم علیه السلام اولم لباس داشت. چی رقم لباس؟ قرآن کیفیتش بر ما بیان نکرده، اما این درختی طور خاصیت داشت که کسی بخوره لچ میشه. اینجا بعضی مردم تلاش کرده که نه، آدم علیه السلام اینجا مراد از لباس معنوی است. یعنی زشتی آدم علیه السلام به خودش معلوم نمیشد، عیبش آلی که از این درخت خورد یک دم علم برش حاصل شد، نعوذ بالله. تالی را جاهل بود آدم علیه السلام، در تورات همی قسم گرفته. لیکن این گپ غلط است، این قطعا نادرست است. یا یک تعداد مردم میگه که مراد از لباس کشیدنش لباس معنوی است. آدم علیه السلام تالی را براحت میوه ها میخورد، آلی دوچار سختی و تکلیف شد که بکاره و بعد از او قلبه کنه و خیلی وقت در بر بگیره بعد از او خوردن بکنه. غلط گپ است. آیات قرآن کریم تاویل غلط از ظاهرش چپه کردن این نادرست است. نه امی لباسی که در تن ما و شما داریم امی لباس است. خب لیکن خاصیت درختی بود. تو که میگی در جنت
یکی از صفاتش است که و الله تعالی در جنت آدم لج برهنه نمیشه. شرطش است در به صورت برهنه نمیشه که از درخت تناول نکنی. هی از درخت تناول کرده. و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. طبیعت بشری چیست؟ فطرت انسانی چیست؟ امروز دنیای غرب شما باور به الله بکنی ارزش انسانیت از دست داده، فطرت انسانیت از دست داده. فطرت انسانی پنهان کردن آن چیزی است که نمیخواه مردم ببینه. عورت خود باید بپوشانه. حتی آدم علیه السلام که ناگهان لباس در حالی که کسی هم وجود نداره، تنها زن و شوهر است، حوا و آدم علیهم السلام است، شروع کردن با برگای درخت. انسان تا حد امکان تقوا را اختیار میکنه. این داستان آدم علیه السلام که نکته نکته انسان مطالعه بکنه عظیم درسا دایی است. عظیم درسا. آنقدر انسان در زندگی تربیت میده که پرسان نکن. سعی کنی زن و شوهر است، حالی بعد بگویم که حالی لط شدیم چی کنیم؟ نه، به قدر امکان انسان در هر مرحله به اندازه امکان راه تقوی تا پیش بگی. یوسف علیه السلام بندی شد، دروازه مکمل بسته، زنجیر پیچ و قلف است، اما به قدر امکان به دوی خدا میکنه. خدا به الله میسپاره، معاذ الله میگه میدوه. الله اسباب مهیا کرد، دروازه خود به خود اعلام شد. 3 نفر که در غار گیر آمدن، سنگ کلان دهن غار بند کرد. انسان به قدر امکان تلاش بکنه، دست بسته قرار ننشینه. هر انسان باید به اندازه امکان قدم بالا بکنه. این تو نیست که انسان بخی یک آدم فقیر است هیچ کار برش برابر نمیشه کار برابر برو قرا خاله خو کنی. اینجا کار برابر نشده و چوکی دیگه برو، از او چوک ده چوکی دیگه برو. تو حرکتی تا کرده برو، باز میبینیم که الله متعال برابر میکنه یا نه. یک تعداد دوستای ما خصوصا نمی سلفیا، این سلفیای تو رستن بوجی خانه گشته. بوجی خانه به خاطر میگم فقط منتظری بیادر و پدر است که کی برش پیسه بده. چرا کار نمیکنی؟ اینجا کار جایز نیست، اینجا جایز نیست، اینجا جایز نیست. کجا پشتی کار جایز بگرد دیگه. روز تا بیگار گرد میگردی، یه چیزام نه کار و نه روزگار. اینجا جایز نیست، فتوا از خود داده را استیفت مفتی جور کرده ای خدا، او کارم نمیکنی. کار روزگار بکن، برو اما جای حلال خود تو پیدا کن. قرا خواب هستی، کرایه یک موتر در جیبش نمی باشه. اینطوری نکنی. ما اون ملایی که بوجی مردم است اینقدر بدم میاد که پرسان نکن. انسان الله پیدا کرده به خاطر تلاش بکن، جستجو بکن، پشت حلال بگرد، الله برات میده، نصیب میکنه. اینطور خود نیست قرار در خانه بیشی کار خودش نمیاد، روزگار خودش نمیاد، تو تلاش بکن. به اندازه امکان هر انسان مکلف است در هر موقع چقدر درس است. همین یک نکته را در زندگیتان داشته باشه، قطعی خود نوت کنی. اگر دختر است، اگر بچه است، تو انسان دست بسته نمیکنه که برو خلاص شدم دیگه من هیچ کار کرده نمیتونم. الله برات زمین واسع پیدا کرده، حرکت بکن، زحمت بکش، محنت بکن، تلاش بکن. اینطور نمیشه که خود به خود برید هر چیز بیا. آدم علیه السلام ببینه فطرت انسانی است که گاهی هم عورت لچ نباشه. حتی زن و شوهر یکی از دیگه باید چی باشه؟ پنهان باشه. اگر چی جایز است و حدیثی که مردم میگه عایشه رضی الله عنها نقل میکنه که ما از پیامبر علیه السلام ندیدم، پیامبر علیه السلام از من ندید. کنایه از عورت است، لیکن این گپ غلط است، قطعا نادرست است، بالکل در شریعت جایز است. پیغمبر علیه السلام امروی ازواج مطهرات یک جای غسل میکرد، لیکن بازم ادب رعایت ازیره میکنه که بدون ضرورت عورت معلوم نشوه. ببینی این اولین حمله شیطان بود بالای آدم علیه السلام که فحاشی را رواج کنه، لباس از آدم علیه السلام بکشه که بی لباس شوه، عریان شوه. امروز هم همین شیطانا، همین لشکر شیطان که دنیای غرب است، کفر است، اولین حملش سر اسلام و سر ممالک اسلامی بالای چی است؟ بالای فحاشی و عریانیشان است. امروز اینترنت ها را ببینه، تلویزیون ها را ببینه، کلش مسئله لچ. عجیب است، مردا اونجا دریشی داره، زنا لچ است. این کدام طبیعت است؟ شما باور به الله بکنه پسترین زمانه، بگوی زشترین زمانه، اینمی زمانی کی است؟ امی زمان اروپا و دنیای غرب است. در زمان جاهلیت به می سیستم نبودن مسلک عالی است، بلکه دعوت به این گپا داده میشه، دعوت به این گپا داده میشه. کدام کارا نیست که میکنه. من که تلویزیون بد میگم به می خاطر تلویزیون یک گاله است، بدی و خوبی در دست توسته. هر رقم که استفاده میکنی
لیکن با تأسف که معاشره ما تقوا نداره، دین نداره، معلومات کافی نداره، بیدار نیست، هوشیار نیست. برنامه های مزخرف، امی آجی، امی سرمایه‌داری که شبکه تلویزیونی و رادیو را جور کرده، امی خود مسلمان میگه دیگر روز مناسب جنازیش میخونه، اما امروز اینقدر فحشا و آنقدر خدمت ده یهود و نصارا میکنه که تانگای یهود و نصارا همونقدر فایده را برش نمیرسانه. دنیای کفر با مداخله نظامی خودی قدر کامیابی حاصل نکرده، مثل که مسلمان نمای ما اینطور مردمی که شبکه ها را داره و این فیلم ها را پخش میکنه، این خبیث است، این لعین است، از همون یهود و نصارا کده پستر انسان است. این سبب گمراهی ملت شده، در بدر کدی ملت. اصلا چوچای یهود این همی مردم است، لیکن سبا مولا صاحب جنازه شمی خانه به خاطر که 500 در جیبش داده میشه. لعنتی الله سر تو نمیشه. باید بگوی که اینمی شبکه را میشناسم که کلی فحاشی و عیاشی را پخش میکرد، صاحبی امی شبکه است. الله اکبر جنازه را نخوانه که پشت دیگه مولا بده و دیگه مولا بده و دیگه مولا بده و مولا بگوی که نه این را ما چطور جنازه بخوانه.